معاون رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان خلقی چین تژنت زینوه در دایره سفر رسمی در جمهوری تاجیکستان از امکانات و شرایط تحصیل در دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان دیدن کردند. هیئت مهمانان نخست آثارخانه دانشکده را که در آن عکس و مصوره‌های انعکاس کننده روابط دوستی تاجیکستان و چین، لحظه‌ها از جریان تحصیل، محفل و چاره‌بینی‌ها و تاریخ تأسیس‌یابی آن گردآوری شده است تماشا نمودند. تأکید گردید که با شرافت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه راهبران دو کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جین پین، مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه میان دو دولت به سطح و صفت نو برآمده سال از سال افق‌های نو را کسب می‌کنند. ضمن بازدید مهمانان از امکانات صنفخانه‌های تعلیمی ابراز شد که مناسبت‌های تاجیکستان و چین چون دیگر بخش‌های آینده‌دار در ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ رشد و گسترش پیدا نموده در این سمت نیز پیشروی‌ها به نظر می‌رسد. سپس و آخری هیئت مهمانان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان در تالار دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی برگزار گردید. رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابلجان خوشوقت‌زاده تشریف هیئت مهمانان را به این درگاه معرفت خیرمقدم گفته ابراز داشت که همکاری‌های دو جانبه در ساحه علم و معارف با جمهوری مردم چین در اساس سازشنامه همکاری و دوستی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردم چین از 15 ینور سال 2007 صورت می‌گیرد. فعالیت پرثمر دانشکده کنفوتسی در زمینه دانشگاه ملی تاجیکستان از سال 2008 با سطح بلند همکاری‌ها مربوط دانسته شد. تاکید گردید که با تلاش‌های مشترک دو دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه آموزگاری سینزین چین و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردم چین ماه ایون سال 2022 بنای نوی تعلیمی دانشکده کنفوتسی به استفاده داده شد که دارای بعضی خوب مادی و تکنیکی برای محصلین میباشد. ابراز شد که تاجیکستان و چین نه تنها کشورهای همجوار اینچنین تمدن‌آفر و صاحب فرهنگ و شریکان همه‌جانبه استراتژی میباشند. طور ذکر رفت ساختارهای گوناگون کشورها از جمله معارف و پارلمان‌ها به صفت نهادهای کلیدی دولت در گسترش همکاری میان کشورها نقش مهم داشته رابطه‌ها را مکمل می‌گردانند. در فرجام برنامه رنگین فرهنگی انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان پیشنهاد گردید که انعکاس کننده رابطه‌های دوستی و فرهنگی میان دو شریک استراتژی بود.